سلام رفقا، به چنل کوینز مستر خوش اومدید. این روزا شاهد هستیم که همستر کامبت حسابی ترکونده و همه جای فضای مجازی هستش و همه دوستش دارن و دوست دارن از این را درآمد به دست بیارن، ولی شاید بعضیا هنوز ندونن که چطوری باید شروع کنن و چطوری کوین بیشتری به دست بیارن. پس ما هم تصمیم گرفتیم براتون یه ویدیو کلی در مورد این که چطور توی همستر کامبت سریع رشد کنید و چطور کلی کوین جمع آوری کنید بسازیم. پس اگه آماده اید بریم سراغ ویدیو. خیلی خوب، وقتی همه بازی رو شروع میکنن اولین کاری که میکنن به کلیک کردن و جمع آوری کوین است که این راه خیلی زمان بره و خب زمان هم که طلاست. شما به جای کلیک کردن چی کار میکنید؟ میاید میرید میزنید اون پایین قسمت مان که یه سری کارتایی هست که با خرید اونا و آپگرید کردن اونا حتی وقتی در بازی هم نیستید میتونید سکه های زیادی جمع کنید و الکی وقت خودتون رو هدر ندین. البته اینم ممکنه یه خورده براتون زمان بر باشه، اما شما میایید چی کار میکنید؟ توی قسمت ماین ها این بالا میبینید 3 تا علامت سوال هستش و یه عدد 5 میلیونی هم اون بالا نوشته که این یعنی شما روزانه 3 تا کارت هستش که باید اونا رو ارتقا بدید و 5 میلیون سکه رایگان کاسب میشید و با این کار میتونید سریع رشد کنید. و اگه میخواین هر روز بفهمین که این 3 تا کارت چیه، عضو کانال تلگرام ما بشید، چون ما هر روز 3 تا کارتی که باید ارتقا بدید رو داخل کانال تلگرام معرفی میکنیم. خب یه چیز دیگه که شاید سوال باشه براتون اینه که بگین این کارته که برای من قفل اون نمیتونم بخرمش، یا بگین کوین برای خریدنش ندارم. خب اول این که زیر هر کارت که قفله نوشته شده که باید چیکار کنیم تا قفلش باز بشه. مثلا بهتون گفته برین فلان کارت رو ارتقا بدین تا قفلش براتون باز بشه و بتونید این کارت ها رو خریداری کنید. خب اینم از این. موضوع بعدی این که اگه پول برای خرید کارت نداشتیم چه کار کنیم. شما چیکار میکنید؟ میایین اون قسمت بالا سمت چپ دوبار روش کلیک میکنید و میبینید که همستر قرمز شد و اینکه اگه روش بزنید نقطه میاره و روش بگیرین خط میاره. به اینا میگن کدای مرز که هر روز با وارد کردن اونا یک جایزه 1 میلیونی دریافت میکنید. خب کد مرز رو چجوری وارد کنم و کجا گیر بیارم؟ شما با هر بار ضربه زدن روش یه نقطه ایجاد میشه و اینکه اگر نگه دارین یه خط ایجاد میشه. اینکه چجوری هم اونا رو گیر بیارین ما هر روز اونا رو داخل چنل تلگرام میذاریم. خیلی خوب، شما با انجام این کارا کاملا از نظر مالی حمایت میشید و میتونیم بریم سر اصل مطلب که پروفیت هست. همونطور که بهتون گفتم پروفیت حتی وقتی داخل بازی هم نیستین براتون کوین جمع آوری میکنه، همونطور که الان داره برای من کوین جمع میکنه. اوایلشون پروفیت کمی دارین خوب نیست، ولی وقتی مدام کارت ها رو بخرین و آپگرید کنید و پروفیت بیشتری به دست بیارید میتونید چند برابر چیزی که خرج کردید رو پس بگیرید و این خیلی عالیه و میتونید کلی کوین جمع آوری کنید. ولی دوستان حواستون باشه که کویناتون رو هوشمندانه خرج کنید و الکی هدر ندین و کارتایی رو بخرین که بر اساس سکه‌ای که میگیرین ارزش داشته باشه. خب دوستان به آخر ویدیو رسیدیم. امیدوارم از این آموزش‌ها بهره کافی رو برده باشین و بهتون کمک کرده باشیم. دوست داشتید ویدیو ما رو لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارین، سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیو بعد، خدا یار و نگهدارتون.